یک ویدئویی به دستم رسیده، میخوام بذارم الان نگاه بکنیم که این مادر فاحشه های ایرانی نجات پرست دور از جون اون خوبا این ویدئو را ببینن و برای همیشه این دهن کثیفشون را ببندن. شما نجات پرست ها در این تیک تاک اگر ناموس و شرف و وجدان داشتین که حال روزتون بهتر از حالا بود، نشستین تو اروپا میگی لنگش کن. آی مامای بی ناموس مادر فاحشه مادر قهبه، حرومزاده که صبح تا شب توهین میکنی به مردم افغانستان، این ویدیو رو نگاه بکن و برای همیشه تو و امثال تو در این تیک تاک دهن کثیفتون رو ببندین و به مردم شریف افغانستان توهین نکنید. مردم افغانستان سالیان سال اکثرنشون بدبختی و ظلم و ستمی که بهشون شده کسی ندید، ولی لایکی